بحث سوم شروع میشه در خطاب منصفانه اهل کتاب، یعنی یهود و نصارا. در آیات بعدی که عالمه این بحث سومی هست که در اینجا خطاب منصفانه و قضاوت منصفانه میشه که امی یهود و نصارا یک قسم نیستن و در بینشان کسایی هستن، یعنی یهود و نصارا کلشان یک قسم نیستن، کلشان دشمن حق نیستن. یک تعداد در بینشان مردمای خوب هم هستن که حق قبول میکنن. مثلا احمود صحابی که یهودی بود آمد عبدالله ابن سلام و مسلمان شد، و بسیار یهود و نصارا و بسیار مثلا امی سلمان فارسی اول آتش پرست بود، بعد از آتش پرستی نصرانی شد و بالاخره از نصرانیت آمد مسلمان شد. و بسیار تعداد از اونا رسول الله صلی الله علیه و سلم وقتی که به طائف رفت، اونجا هم یک کسی که آمد برش انگور آورد، او هم اصلا عالم نصرانی بود و در جستجوی آخری پیغمبرا بود. الله متعال میگه که و بالاخره اونجا باز او مسلمان شد. متوجه هستین؟ از این خاطر اینجا الله متعال این صفات بیان میکنه. مثلا میگه صفت اول موجودیت امانتکارا و خیانتکاران در بین اهل کتاب، یعنی در بین اهل کتاب بعضش امانتکار است و بعضش خیانتکار است. الله عادلانه سرشون حکم میکنه. و من اهل کتاب و از اهل کتاب من ان تأمنه بقنطار، اگر به یکیشان به اندازه یک کوتی از مال بیتی، یک کوت مال برشان بیتی، یؤدیه الیک، بر تو او را دوباره امانت تو را ادا میکنه. و منهم، و بعضی از اینا از اهل کتاب من کسایی هستند که ان تأمنه بدینار، اگر یک روپیان برشان بیتی، لا یؤدیه الیک الا ما دمت علیه قائما، برات ادا نمیکنه تا وقتی که مگر ای که دوالی سرش استاد باشی و ما کمش بگیری بتی همو یک روپی من. ذالک بانهم، چرا؟ به خاطر که اینا قالوا لیس علینا فی الامیین سبیل، گفتن در امی ها، یعنی در دیگه امت ها بر دیگرها که ما در این کدام مسئولیت نداریم. یعنی یا و یقولون علی الله الکذب، یا سر الله تهمت میکنه. تهمتشان سر الله چی است؟ یعنی که ما را برگزیده و ما مردم خوب هستیم و ما یهود هستیم و ما شعب الله المختار هستیم، ملت برگزیده هستیم، دیگه در مقابل دیگرها هیچ مسئولیت نداریم. اگر مالش خوردیم، حرام خوردیم، کشتیم، قتل کردیم، مثل که امروز جنایت میکنن، این تهمتی از اینا سر الله هست. الله متعال میگه و یقولون علی الله الکذب، اینا بالای الله دروغ میگن و هم یعلمون، در حالی که میفهمن که ما دروغ میگیم. بلا برشان بله، من اوفا، هر کسی که وفا کرد به عهده، به عهدش با الله. چی تعهد کردی؟ تعهد نکردی کلمه نخوانی که لا اله الا الله، که یا الله بغیر از ذات تو عبادت نمیکنم، بغیر از شریعت تو اطاعت نمیکنم. کجاست تعهد تو؟ و ما گپ پیغمبر خود قبول میکنم. آیه موسی علیه السلام و عیسی علیه السلام اونا برای شما درباره تمامی ایمان و تمام پیغمبران نگفته بود، مثل که برای ما مثلا که مسلمانا رسول الله صلی الله علیه و سلم قرآن و سنت نمیگه که به تمام پیغمبران ایمان بیارین. حالا اگر ما با موسی علیه السلام یا عیسی علیه السلام قبول نکنیم خب کافر میشیم. خود شما هم همین قسم پیغمبرایتان براتون گفته بود و عهد کردین، مثل که ما عهد کردیم به الله. آمنت بالله و ملائکته و کتبه و رسوله و الیوم الاخر و القدر خیره و شره من الله تعالی و البعث بعد الموت. این چی هست؟ این عهد مؤمن است با الله. اینا اگر کسی یک پیغمبر انکار میکنه و یک کتاب انکار میکنه، ما به تمام پیغمبرها ایمان داریم. تمام پیغمبرها 24,000 پیغمبر کم و بیش، کسایش که نامهاش گرفته شده با نام ایمان داریم و کسایش که هست به شکل اجمالی پیغمبرای الله را برشان ایمان داریم و قبول داریم. بلا، الله میگه بله، من اوفا به عهده، هر کسی که به عهد خود وفا کرد. وقتی گفتی که لا اله، نیست هیچ معبود به حق و نیست هیچ قانونگذار به حق که تشریع بکنم الا الله، بغیر از الله، این عهد تو شد با امرای الله. و هر کسی که با این عهد خود وفا کرد و تقا و تقوا حاصل کرد، و این الله، و خدا وقایه کرد از شرک و کفر و ارتداد و اندیشه های کفری، از این خدا وقایه کرد. فان الله یحب المتقین، یقینا که الله متقیان را دوست داره. یک.
صفت دوم موجودیت عهدشکنا در بین اهل کتاب. عهدشکن در بین از اینا بسیار زیاد است. ان الذين یشترون بعهد الله و ایمانهم ثمنا قلیلا. چرا عهد مشکنانن؟ چرا تعهد خدا مشکنانن؟ چرا ایمان خدا به کفر تبدیل میکنن؟ به خاطر ثمن قلیل. الله متعال میگه که ان الذين یقینا کسانی که یشترون میگیرن به عهد الله در مقابل از دست دادن عهد الله و ایمانهم و قسم هایی که خوردن، عهد کردن و قسم خوردن به اطاعت از شریعت الله، لکن آل اینمی عهد خدا و قسم خدا میفروشن، بی ایمان میشن و کافر میشن، در مقابل چیز ثمن قلیل، ثمن قلیل، پول قلیل. اولئک، الله متعال میگه امی گروه مردم، لا خلاق لهم فی الاخره، برای زنا نصیبی در آخرت نیست، خلاص از آخرت خلاص شدن. ولا یکلمهم الله، الله در آخرت با لطف و رحمت با امرای زنا سخن نمیگه. ولا ینظر الیهم، و نظر رحمت به طرف زنا نمیکنه یوم القیامه، در روز قیامت. ولا یزکیهم، و اینا را پاک هم نمیکنه. ولهم عذاب علیم، بر زنا عذاب بسیار دردناک است. صفت سیومیشان چی هست؟ ما و شما مسلمانایی بر ما میگه که احتیاط بکنیم که ما و شما اما عهد خدا که با الله کردیم و قسمی که یاد کردیم که یا الله لا اله الا الله محمد رسول الله، یا الله فقط عبادت تو را میکنیم و هست معبودان باطل به اینا لا اله میگیم، نیست معبود باطل، و به طواغیت هم کافر میشیم. فما یکفر بالطاغوت و یؤمن بالله. اینا ما و شما هم در این راستا باید چی کنیم؟ متوجه باشیم که معبودای باطل ما را بازی نده، به معبودای باطل عبادت نکنیم و طواغیت ما را بازی نده و ما پیروی از قوانین طاغوت و از فتواهای طاغوتای مطبوع، از قوانین طاغوتای مطاع و از عبادت طاغوتای معبود خدا اجتناب نگاه بکنیم. چرا؟ الله متعال میگه که اگر کس با عهد شکنی کرد، ما در کلمه طیبه 3 تعهد داریم. یا الله عهد اول، یا الله بغیر از عبادت دو به کسی دیگه عبادت نمیکنم، تعهد اول من. تعهد دوم شما شاهد باشین، یا الله بغیر از حکم و شریعت تو قانون کسی دیگه را قبول نمیکنم و اطاعت نمیکنم. یا الله، این تعهد دوم. و تعهد سوم، یا الله بغیر از طریقه رسول الله صلی الله علیه و سلم، طریقه دیگی که مخالف طریقه ازی هست، هیچ وقت قبول نمیکنم. این 3 تعهد هر مؤمن است که باید همین قسم تعهد داشته باشه. اینال اگر کسی این تعهدهای خدا با الله مشکنه، اول جزای چی است؟ از نصیب آخرت بی بهره میشه. 1. 2. الله امرایشان گپ نمیزنه، یعنی سخن رحمت امرایشان نمیزنه. 3. الله به نظر رحمت به طرفش سل نمیکنه. 4. ایره تسکیه نمیکنه از این غلطی ها و کفریاتی که داره، چون الله بخشش نمیکنه شرک و کفر. 5. ولهم عذاب علیم، عذاب دردناک است. ببینید دوستا چقدر خطرناک است. ما هم باید بترسیم، چون رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه که شما باز هم قدم به قدم در راه یهود و نصارا، به راه از اینا شما اهل کتاب میرید. نشه که ما هم به می 5 عذابی که اینا مبتلا شدن ما و شما مبتلا شدیم. این تفسیر قرآن. ماه رمضان است که با الله تعهد بکنیم که یا الله ما به عهد خود باقی میمانیم و عهد خود حفظ بکنیم. صفت دیگه که اینا داشتن، سومی، موجودیت دروغگویان به خالق متعال. در بین از اینا کسایی بودن که سر الله تهمت میکردن. چه قسم تهمت میکردن؟ دان خود تو میته، مثل بسیاری کسا را که ببینیم که تو میته، فکر میکنه که از حکم الله را میگه، این در حقیقت غیر چیزی را میگه که از دل خود میسازه. و این منهم یک تعداد از اینا اهل کتاب لفریقا، گروهی هستن، یلوون السنتهم، چرا میگه زبان خود تو میتن بالکتاب، در کتاب، لتحسبوه من الکتاب، شما فکر کنید که این از روی کتاب خود میخوانه، این گپ در کتابشان است. من الکتاب و ما هو من الکتاب، الله میگه نه، این از کتاب نیست
از دل خود گپ گفته و این به الله نسبت میتن و یقولون هو من عند الله، باز میگن امی سخن را که من گفتم این خو از جانب الله هست. الله میگه و ما هو من عند الله، این دروغ میگه، این از جانب الله نیست، این طاغوت مطبوع است، یعنی عالم درباری تحریف کننده کتاب الله هست. این هم طاغوت است. تنها طاغوت خونه است که قانون میسازه ضد شریعت الله. کسی که ضد حکم الله، ضد آیت الله گپ میزنه و فتوای غلط میته و این باز به الله نسبت میته، اینه و یقولون علی الله الکذب، و بر الله با دروغ سخن میگن و هم یعلمون، در حالی که خوب عالم هستن میفهمن که من دروغ میگم. صفت سیومیشان چی هست؟ تهمت به پیغمبرها هست. چه قسم تهمت به پیغمبرها است؟ عبدالله ابن عباس میگه که ابو رافع قرظی گفت هنگامی که احبار یهود و نصارا از اهل نجران به نزد رسول الله صلی الله علیه و سلم جمع شدند و آنان را به اسلام دعوت کرد، گفت اتريد یا محمد ان نعبدک، یعنی اینا تومت کردن امی نصرانی وفد یا گروه نجران، نصرانی هایی که از نجران آمده بودن، اینا تومت کردن سر عیسی مسیح علیه السلام که او ما را گفته بود که عیسی مسیح گفته بود که مرا عبادت بکنین. حالا تو که میگی که من پیغمبر هستم، تو هم این ادعا میکنی که من پیغمبر هستم، مرا عبادت بکنین؟ میگه گفت که اتريد یا محمد ان اعبدک کما تعبد النصارى عیسی ابن مریم، مثل که نصرانی ها عیسی پسر مریم عبادت میکنن. فقال رجل من اهل نجران یقال له الرئیس، از اهل نجران امون نصرانی بود، او رئیس ربیس میگفتنش، ربیس. میگه این ربیس گفت اذاک تريد یا محمد، آیا همین چیزا تو تقاضا میکنی محمد صلی الله علیه و سلم و الیه تدعونا، به این ما را دعوت میکنی که ما باز عبادت عیسی مسیح نکنیم، تو را عبادت بکنیم؟ او کما قال، فقال رسول الله صلی الله علیه و سلم، باز میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت معاذ الله، ما به الله پناه میبرم، ان نعبد غیر الله، ای که ما به غیر از الله عبادت بکنیم، او نعبد به عبادت غیره، یا ما پیغمبرها امر بکنیم کسی را به عبادت غیرش. نه من امر میکنم و نه هم عیسی مسیح علیه السلام کرده. ما بذالک بعثنی، الله مرا به این مبعوث نکرده، ولا بذالک امرنی، و نه به این مرا امر کرده. فانزل الله عز وجل فی ذلک من قولهم، در این باره میگه الله متعالی آیت نازل کرد، ما کان لبشر، شایسته نیست برای یک بشر، ان یؤتیه الله، ای که الله برازو بته الکتاب و الحکم و النبوت، کتاب و سنت و نبوت برش بته، ثم یقول للناس باز بر مردم بگه کونوا عبادا لی، بیاین عبادت مرا بکنین. این کار بنده های معصوم، پیغمبرای معصوم الله نمیکنن، نه موسی کردن، نه عیسی کردن، نه رسول الله میکنن، و نه هم آدم علیه السلام و نه هم نوح علیه السلام و نه ابراهیم علیه السلام. اینا نکردن، این کارا نمیکنن که باز بگه که بیا بنده مشو من دون الله و غیر از الله. ولکن دعوت پیغمبرها چیست؟ کونوا ربانیین، شما مردم ربانی باشین، یعنی پیروی از کتاب و از سنت بکنین، از کتاب الله و سنت رسول الله بکنین. بما کنتم تعلمون الکتاب و بما کنتم تدرسون، با آنچه از کتاب تعلیم گرفتین و درس گرفتین. ولا یأمرکم، و شما را امر نمیکنه ان تتخذوا الملائکه و النبیین، و شما را امر نمیکنه که شما ملائکه و پیغمبرها را اربابا، معبودان، ربهایتان بگیرین، از اینا رب جور بکنین. این هم نمیگن، ابدا پیغمبران نمیگن. ایامرکم بالکفر، آیا پیغمبرای معصوم الله شما را به کفر دعوت میکنن بعد از انتم مسلم، بعد از اینکه شما مسلمان باشین؟ اونا شما را میگه مسلمان شوین، شما بیاین مسلمان شین، باز شما میگه بیاین من عبادت بکن یا ملائکه را عبادت بکن، یعنی شما را بعد از مسلمان شدن کافر میسازن پیغمبرا. سبحان الله. این مشکل دیگه از اینا بود که جواب از اینا نشد. صفت چهارم از اینا صفت دین ستیزی بود. همیشه اینا دین ستیزی و مخالفت با دین میکنن. افغیر دین الله یبغون، آیا بغیر از دین الله اینا آرزو میکنن؟ وله اسلم، و به الله، به می اسلام آورده، من فی السماوات والارض،
تمام مخلوقات تسلیم حکم الله هستند، طوعا و کرها، با اختیار خود یا به اختیار خود. برای انسان ها و جن ها اختیار داده شده است، به دیگه مخلوقات که است برای کلی از اینا بدون اختیار اینا تسلیم حکم الله هستند و الیه یرجعون و به سوی الله اینا رجوع میکنن. بحث چهارم عوامل چی هست؟ عوامل ثابت قدمی را بیان میکنه و نتیجهشه. در آیت بعدی عوامل را بیان میکنه و اسباب ثبات و استقامت را بیان میکنه الله متعال. یعنی که انسان چی کارا را بکنه که ثابت قدم باشه و چی نتایج از این ثابت قدمی چی هست. ای رسول الله صلی الله علیه و سلم برای وفد نجران بگو و خودت و اصحابت هم اینمی کارا را بکنه که شما ثابت قدم باشین و در منهج شریعت الله پایدار باشین. عامل اول ایمانداری و عدم تفرقه در بین انبیاء و رسول. برشان بگو که اینی چیز انسان ثابت قدم نگه می‌دارن. قل بگو برشان رسول الله صلی الله علیه و سلم آمنا بالله، ما ایمان آوردیم به الله و ما انزل علینا و آنچه که بالای ما نازل شده و ما انزل علی ابراهیم و اسماعیل و آنچه که نازل شده بالای ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و اسباط یعنی اولاد یعقوب علیه السلام و ما اوتی و آنچه داده شده به موسی و عیسی علیه السلام و نبیون و ایمان آوردیم به تمام آن پیغمبران و آنچه که بر از اینا داده شده است من ربهم از جانب پروردگارشان لا نفرق بین احد منهم، ما در بین پیغمبرات تفرقه نمی کنیم. همون قسم که با آدم علیه السلام ایمان داریم، همون قسم که به نوح علیه السلام ایمان داریم، اینمی قسم به موسی علیه السلام، عیسی علیه السلام، محمد صلی الله علیه و سلم و تمامی پیغمبران الله یک قسم ایمان داریم. این چی هست؟ این ثبات و پایداری این در عقیده هست. لا نفرق بین احد منهم، در بین پیغمبران ما تفرقه نمیکنیم. میگیم کل پیغمبرای الله هستن و کلشان معصوم هستن و کلشان رتبه های بلند دارن و کلشان مقربی هستن و نحن له مسلمون و ما به این مسلمان هستیم و تسلیم به حکم الله هستیم. عامل دوم ثابت قدمی استقامت به دین اسلام هست. باید انسان از اسلام اگر یک سر نیز این طرف شدی یا این طرف شدی منحرف میشی. و من یبتغی غیر الاسلام، هر کسی که بغیر از اسلام چیز دیگه را بخواه، دین دیگه را بخواه، فلن یقبل منه، الله قبول نمیکنه. تو اگر بگی نصرانیت است یا یهودیت است یا هندویزم است یا کنفوشیسم است یا فلان است یا دموکراسی هست یا سکولاریسم است یا فلان است، الله متعال دیگر دین را قبول نداره بغیر از اسلام. و من یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منه، از او قبول نمیشه. و کسی که مخالف از این گپ میزنه به این آیت قرآن کافر میشه. کسی که میگه یهود دینش قبول میشه، نصارا دینش قبول میشه و هندویسم چطور است، دین کلگی یک قسم است. نه، و من یبتغی غیر الاسلام فلن یقبل منه، از او قبول نمیشه، الله او را قبول نمیکنه. و هو فی الاخره من الخاسرین، در آخرت خساره کی میکنه؟ مسلمان خساره میکنه یا کافر؟ و کافر است که خساره میکنه. عامل سومش است که ما را ثابت قدم نگه میداره. پس الله متعال ما شما را به دین اسلام ثابت قدم نگه بداره و ما را توفیق بده. عامل سومش است خودداری از کفر بعد از ایمان. انسان مسلمان باید احتیاط بکنه که در نواقض ایمان داخل نشه. خدا بازی نده که والا نه اگه یک دفعه که در کلمه خواندی دیگه تو مسلمان هستی که هر کفر رکدی تو کافر نمیشی. نه خیر، نواقض وضو داریم، نواقض نماز داریم، نواقض روزه داریم. اینمی قسم نواقض ایمان هم است. از خاطر انسان باید از نواقض ایمان خدا نگه بکنه. کیف یهدی الله قوما، چه قسم هدایت میکنه الله یک قومی را که کفر و کافر شدن بعد ایمانهم، بعد از ایمانشان، و شهدوا ان الرسول حق، سکو اینا شهادت دادن که رسول حق است، لیکن بعد از این باز کافر شدن. و جاءهم البینات، و دلایل روشن هم برشان آمد. بعد از اینکه اینا ایمان آوردن و شهادت دادن که رسول حق است و دلایل که برشان آمد ایران قبول کردن، بعد از اینا کافر شدن. این ناقص از نواقص ایمان میگه. والله لا یهدی القوم الظالمین، الله قوم ظالمی را که بعد از دینداری
کافر میشه اینا را هدایت نمیکنه. اولئک، خب کسی که مرتد شد کافر شد چی جزایش است یا الله؟ در سوره آل عمران آیت 87 الله میگه اولئک، همین گروه مردمی که بعد از ایمانداری مبتلا به نواقض ایمان میشن و کافر میشن جزایشان چی است؟ ان علیهم لعنت الله، بالای از اینا لعنت الله هست و لعنت ملائکه هست و الناس اجمعین و لعنت تمام مردم است. کلگی اینا را لعنت میکنم. خالدین فیها، اینمی کسانی که مرتد شدن بعد از این دینداری اینا که لعنت شدن خالدین فیها برای همیشه در دوزخ می باشن. لا یخفف عنهم العذاب، از اینا تخفیف نمیشه عذاب، ولا هم ینظرون و برای اینا فرصت هم داده نمیشه. در دنیا فرصت دارن الا الذین تابوا، اگر اینی که مرتد هم شده در دنیا اگر توبه بکنن من بعد ذالک، بعد از این مرتد شدن، بعد از این مرتکب نواقض ایمان و اصلاح بکنن فان الله غفور رحیم، در دنیا الله غفور رحیم است، برشان فرصت دادن توبهشان قبول میکنن. عامل چهارم خودداری از ارتداد و اصرار به کفر. بعضیا مرتد میشن وقتی که برشان بگویی که با اینی کار تو مرتد میشی، ایوازی که توبه بکنه رجوع بکنه و بگه واقعا من اشتباه کردم، واقعا در شرک مبتلا شدیم، در کفر مبتلا شدیم، یا الله توبه کردیم بد کردم، اثر کلمه بخونه، اثر نکاح بکنه، چی میکنه؟ اثر همراه خانم خود نکاح بکنه، ایوازی که توبه بکنه اصرار میکنه. ان الذين كفروا بعد ایمانهم، الله متعال میگه کسایی کافر شدن بعد از ایمانشان ثم ازدادوا کفرا، باز این کفر چی کردن؟ زیادت کردن. چه قسم زیادت کردن؟ ان الذين، یقینا کسانی که کفر و کافر شدن بعد ایمانهم، بعد از ایمانشان ثم ازدادوا کفرا، باز در کفرشان زیادت کردن، هنوز در کفر خود اصرار کردن و کافران بیشتر شدن میرن. وقتی که برشان میگه که در اینی یک ناقض ایمان مبتلا هستی کافر شدی، ای باز میگه نه من قبول ندارم و یک 10 تا کفر دیگر هم میگه. ثم ازدادوا کفرا لن تقبل توبتهم، باز از اینا را توبهشون هم قبول نمیشه و اولئک هم الضالون، و اینا گمراه ها هستن. ان الذين، الله متعال میگه یقینا کسانی که کفر و کافر شدن و مات و فوت کردن و هم کفارن، در حالی که کافر بودن، فلن یقبل من احدهم، در روز قیامت قبول نمیشه از یک از اینا ملء الارض ذهبا، اگر به اندازه پری زمین طلا بتن، ولو افتدی به، اگر این فدیه بکنه، اولئک لهم، قدر خود طلا ندارن که بیان فدیه بکنن. الله میگه اگر به اندازه پری زمین هم اینا طلا بتن که این فدیه ما یا الله، این قبول نمیشه. اولئک لهم عذاب علیم، برای اینا عذاب درناک است و ما لهم من ناصرین، برای اینا هیچ نصرت کننده نیست. سبحانك اللهم و بحمدک اشهد ان لا اله الا الله استغفرک و اتوب الیک. ما شما تفریح میگیریم، تفریح 1 ساعته، امروز جمعه هست به این خاطر، و انشاءالله سپاره سوم هم خلاص شد، باز ما شما سپاره بعدی را انشاءالله شروع میکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنه و في الاخره حسنه و قنا عذاب النار. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. یا الله بر تو حمد است کما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. یا الله بر تو حمد است هم قسمی که به جلال و لجلال وجهك وعظيم سلطانك، همین قسم بر تو حمد است که بر وجه به ذات با جلال تو با سلطنت عظیم تو شایسته هست. اللهم سبحان الله و بحمده، سبحان الله و بحمده عدد خلقه و رضا نفسه و زنة عرشه و مداد کلماته. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنه و في الاخره حسنه و قنا عذاب النار. الهی نماز ما را و عبادت ما را و روزه ما را و تراویح ما را و قیام اللیل ما را و این درس های قرآن شناسی را که میخوانیم یا الله، اللهم اجعل قرآن ربیع قلوبنا، یا الله قرآن عظیم شانه سیراب کننده قلب های ما بگردان و نور صدورنا و نور روشنی سینه های ما بگردان یا الله. یا الله و جلاء همنا و غمنا، و دور کننده غم و درد ما بگردان یا الله. تو ما را حفظ بگو، تو ما را رزق بده، ما را از این نواقض ایمان و از کفریات و شرکیات و گناه های کبیره و صغیره
و در پناه خود داشته باش. و هر کسی که در سای ما اشتراک میکنه و هر کسی که در دل خود خواست مشروعی داره، یا الله همه را برآورده بگردان. اللهم انصر الاسلام والمسلمین، اللهم انصر المجاهدین فی کل مکان، اللهم انصر عبادك المظلومین فی فلسطین. یا الله مجاهدین در هر جا نصرت نصیب بکن. یا الله مردم مظلوم فلسطین نصرت نصیب بکن. اللهم اجعلنا من المجاهدین و من الشهداء. یا الله ما را هم از مجاهدین و شهدا بگردان. یا الله، یا الله بالای ما رحم بکن. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد